بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولین جلسه بحث ما در مورد سید علی یخسوز سبزواری است. این عارف قرن هشتم. اراده الهی بر این گرفت که در مورد ایشون سخنانی و مطالبی که گردآوری شده است بیان کنیم تا عزیزانی که میخواهند نسبت به این عارف قرن هشتم اطلاعاتی داشته باشند و تحقیقاتی داشته باشند میتواند مقدمه خوبی برای این امر باشد. هرچند ما اعتراف داریم که از اونجایی که این کار و این تحقیق اولین کاری است که انجام میپذیرد، قطعاً بدون نقص و عیب نخواهد بود. امیدواریم که دانشمندان و اهل نظر نسبت به این مطالب نظر لطف داشته باشند. منگر اندر ما و مکن در ما نظر، اندر اکرام و سخای خود نگر. در مورد عارف قرن هشتم سید علی یخسوز سبزواری که در بامیان دفن شده است، ما اطلاعات بسیار کمی در اختیار داریم و مطالبی که در مورد اون هست بسیار به صورت شفاهی سینه به سینه به ما نقل شده است و در آثاری هم که در مورد سادات و انساب چیزی نوشته شده، از ایشان به صورت گذرا فقط نامی برده شده است. بنابراین از خداوند منان می‌خواهیم که در این مسیر ما رو یاری بفرماید. به هر حال در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست، در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست. نوشتن و گفتن از سرگذشت انسانهای بزرگ کاری بس دشوار است و آنگاه دشوارتر که منابع محدود و فاصله زمانی زیادی در برابرت باشند. این جانب سالها بود که در فکر نوشتن و تحقیق درباره زندگی شیعه واقعی 12 امامی سید علی یخسوز سبزواری بودم، اما مصروفیت‌های زندگی و درسی و اجتماعی همواره مرا از آرزویم دور می‌کرد و نگران این بودم که بازخورد این تحقیق و این تبلیغ و این گفته ها و این نوشته ها در میان مردم چه خواهد بود، تا اینکه در سحر 23 ماه رجب در سال 1403 پس از اهدای 2 رکعت نماز به روح بلند جدمان سید علی یخسوز سبزواری دست به استخاره زدم که اگر استخاره خوب آمد بر تصمیم خودم عزمم رو راسختر کنم. خب قرآن رو با صلواتی گشودم و سر صفحه در صفحه 435 قرآن کریم چنین آمد: و این یکذبوک فقط کذبت رسل من قبلک و الی الله ترجع الامور.
اگر تو را تکذیب میکنن ای پیغمبر اندوهگین مباش، یقینا پیش از تو هم پیامبرانی تکذیب شدند و همه امور به خدا باز میگردد. آری، قرآن کریم پر است از ماجراهای شیرین و تلخ و سنتهای تاریخی و نوامیس طبیعی مانند عزتها و ذلتها، پیروزیها و شکستها، خوشبختیها و بدبختیهای مردم. گاهی لطف و مرحمت شامل مردم می شود و آیات دلنشینی نازل شده است و برخی آیات دلالت بر توبیخ چنین انسانهایی دارند که از تاریخ و سرگذشت خودشون عبرت نمی گیرند. چه بسیار جوامعی که به خاطر همراهی نکردن رهبران الهیشون مستوجب شکست شدند و گاهی مورد لعن و نفرین و عذاب الهی قرار گرفتند. سید بزرگواری که می‌خواهیم از آن سخن بگوییم که همان سید علی یخسوز سبزواری است، در سال 710 هجری قمری از سبزوار وارد بامیان شد. بامیان شهر باستانی معروف افغانستان. ایشان تمام هست خود رو برای هست شدن دیگران بخشش کرد و چون شمع سوخت تا نوری باشد در تاریکی و فانوسی باشد برای در راه ماندگان طریقت اهل بیت علیهم السلام. هرچند معروف است در میان مردم بر سر زبانها هست و به نیکی یاد میکنن از این سید بزرگواری که در 7 قرن پیش میزیسته است، او را به نام یخسوز میشناسند. هرچند یخسوزی کرامت ظاهریش بود، ولی چه بسیار اژدهاهای نفس را در درون خود سر برید تا به کرامت عزت دست یابد. رسیدن به آستان قرب کرامتی بود که یخسوزی قطره ای از بیکران دریای وجودیش محسوب می شد. او چون معلمی مهربان و پدری دلسوز سوخت و درد استخوان سوز ریاضت را بر جبینش سایید تا چهره ای وجیه و روشن و تابناک در آستان قرب خداوندی باشد و تا مرهمی بر دردهای درماندگان خسته راه گم کرده باشد. اشتیاق سید علی یخسوز سبزواری برای رستگاری بسیار حران و سوزان بود، چون آتش فشان، و همتش بسیار بلند بود، چون کوه بابای بامیان. راه سید علی یخسوز سبزواری چیزی جز ترویج مکتب انسانساز اهل بیت علیهم السلام نبود و پیوسته عقلانیت را فریاد میزد. همپذیری در دستان گرمش میگداخت و صلح و دوستی از چشمانش میبارید و وحدت در کلامش بر آتش نفاق خاک میانداخت و از سبزوار تا بامیان زمین بود بوسگاهش. این نکاتی رو که در این جلسه و جلسات آینده پیرامون سید علی یخسوز سبزواری بیان می‌کنیم تنها نوشتاری از تاریخ نیست، بلکه شرح
قصه ای پرغصه از عارفی دل سوخته و پاکبازی بلند آواز به بلندای سیمرغ. عارفی که عطار و مولوی در خم موی او گرفتارند و محو تجلی سکوت اویند. قرار است تاریخ را از سینه سینای تاریخ ببینیم، نه این که بخوانیم، چه این که خوانش را دست کوتاه است و عنقای صحبای رفاقت او با خدا بی همتا. از نظر بنده تاریخ بیش از آن که یک علم باشد یک هنر است. هنر کنار گذاشتن در کنار هم از شواهد. روشن است ما البته تخصصی در تاریخ نویسی نداریم، اما تمام تلاش و همت خودم رو به کار گرفتم تا شمعی در تاریکی روشن کنم و راه را برای آیندگان هموار بسازم و کمی از آتش جستجوگران حقیقت رو فرو بنشانم. اعتراف دارم که این تحقیقات و این گفته ها و این نوشته ها بی‌نقص نیست. لذا از شما فرهیختگان میخواهم که به دیده مهر به این سخنان گوش فرا دهید و به این نوشته هایی که این مطالب به نوشته در خواهد آمد به مهر بنگرید و وی رو بر خطاهایش بپوشانید. در آغاز خدمت شما عرض کنم که میدونیم تاریخ شهرهای کهن بسیار مفصل است و بسیار طولانی، اما ما در این گفته‌های خودمون فقط به اندازه ضرورت به تاریخ مکانها میپردازیم تا برای فهم بهتر شرایط اون روز سید علی یخسوز سبزواری بتوانیم زمینه رو آماده کنیم. بنابراین از اونجایی که سید علی یخسوز سبزواری هم از سبزوار هست بود و باشش و ایشان از سبزوار آمد به بامیان در سال 710 قمری، به هر حال باید فضا و شرایط و جریانهای تاریخی اون زمان رو هم بدانیم تا بتوانیم درک درستی از شخصیت ایشان داشته باشیم. در بخش اول که به فصل اول اختصاص دارد می‌خواهیم پیرامون فلسفه هجرت‌های اهل بیت و منسوبین و دوستداران اهل بیت نکاتی رو عرض کنیم. همونطوری که می‌دانید پس از ظهور اسلام و برافراشته شدن پرچم توحید و طلایه‌داری اهل بیت علیهم السلام، انحرافات به اوج خود رسید و دکان‌ها و مغازه‌های خوشخط و خال و بسیار زرق و برق معنویت و دکان‌های امامت‌های تقلبی در کنار اهل بیت باز شد. کم کم تشنگان قدرت ریشه گرفتند و برای ریشه کن کردن اهل بیت علیهم السلام از هیچ عملی و ظلمی و ستمی دریغ نکردند. وضعیت اهل بیت علیهم السلام و شیعیان اونها چنان وخیم شد که استخوان‌های عدالت و شوکت ولایت در پیچ و خمه‌های سیاست‌های دشمنان خرد شد و تمام باغستان نبوت به پژمردگی گرایید و میوه‌هایش به تاراج رفت.
آری، سیطره شوم نیرنگ و فریب تا قلب اروپا نفوذ یافت. منظورم همون عباسیان هست، خلافت عباسی. و معترضین به جنایت علیه خاندان اهل بیت علیهم السلام در گوشه گوشه این جهان پهناور سر بریده می شدن. هر کسی که می اومد از اهل بیت دفاع میکرد اونها رو سر می بریدن. در بهترین حالت بنگاه های تولید زر و زور، موافقان و دلدادگان و پیروان اهل بیت علیهم السلام رو در هر گوشه ای که می یافتند دمار از روزگارشون در می آوردند تا عدالت و محبت به اهل بیت رو فراموش کنند و محبان اهل بیت علیهم السلام و سلاله های زهرای مرضیه سلام الله علیها را نیز هر روز در هر گوشه که پیدا می کردن اونها رو زجر کش می کردن. آری، رهروان و پیروان اهل بیت که دست از پیروی و محبت اهل بیت نمی کشیدند، هر روز راهی برای رهایی می جستند. جنایات دشمنان اهل بیت. زندانهای بی سقف حجاج ابن یوسف ثقفی و زجر دادنهای فوق حیوانی او بر سادات علوی در بخشی از این تاریخ قابل مقایسه با زندانهای بگرام کابل، دلفین سیاه روسیه، گوانتانامو و یا ابو غریب عراق یا سیدیانای سوریه نیست. ذکر مدام زندانیان سادات علوی و محبانشان یا ممیت بود، همش ذکر مرگ میکردن. بیچاره تر کسی بود که جرمش محبت بود و سرمایه‌اش کنجکاوی عشق. برای برخی آنقدر ترس در تمام سلولها و حجره‌های وجودش رخنه کرده بود که حاضر نبود از این خاندان دختری بگیرند. حتی کسانی که نامشان یک ارتباط کوچکی با اهل بیت علیهم السلام می داشت اونها رو از مناصب دولتی حذف و به کوچ اجباری اونها رو وادار می‌کردند. چه بسیار سادات و چه بسیار محبان اهل بیتی که آرزوی مرگ در سینه‌هایشان موج می‌زد و ذکر لبشان الغوث بود. تراژدی انتخاب مرگ یا سکوت در برابر ظلم. آری، آنجا که عرب بر عرب بشورد و مسلمان بر مسلمان غضب بگیرد باکی نیست. در داور آنجاست که برای حفظ جانت به هندو و گبر و ترسا انسان پناهنده شود و بقای عمر از کافران حربی بطلبد. اگرچه در آستان خداوند منان و در برابر انسانیت نژاد و قوم و زبان رنگی ندارد و همه برابرند و خاستگاه اصلی این سادات کرام همون جزیره العرب و عراق است. بنابراین سادات که اصل و نسبی عرب دارند بر اثر این تعقیب و گریزهای بی امان و یافتن محفظی از ترس جان
چنان هویت خیش رو پراکنده دیدند که زبان و آداب و هر آنچه که داشتند را گذاشتند و پناهگاهی جز خدا نیافتند. القصه: در کش و گیرهای سیاست کثیف شیطانی دشمنان اهل بیت هیچ سید علوی مجالی برای زنده بودن نداشت، مگر آنکه با یا بر ظلم سر تعظیم فرود آورد و یا باقی عمر را از جلادان درید چشم به التماس وام بگیرد، یا راه درازنای دردناک فرار و گمنامی را بجوید و یا در مسیر عشق جانبازی کند. سادات کرام دسته دسته از ترس مخلوقین بزداد که روزی از خاندان اهل بیت علیهم السلام آبرو گرفته بودند و به بهانه و به نام آنان بر مسند قدرت نشسته بودند، باید به ترک نژادان دلرحم پناه آورند و مهر و محبت اهل بیتی را به کامشان بریزند تا ثابت کنند که این گروه مسلمان که مدعی نشر پیام پیامبر هستند و چون پادشاهان حکم میرانند و فرعونوار دستور میدهند و لنینوار میکشند و هیتلروار در کوره های آدم پزی می اندازند، نه تنها نماینده اسلام نیستند بلکه دشمنان اسلام و دزدان و متقلبان خوشخط و خالند. آری، منطقه خراسان بزرگ چون نیشابور، غزنه، سبزوار و بامیان هرچند در دستان امیران ترک حنفی مذهب بود، ولی مستعمره سلاطین عربی بود که تشنه به خون سادات علوی بودند. از دو جهت این مناطق ترک نشین، بامیان و سبزوار و غزنه و نیشابور، محل امنی برای فعالیت‌های سادات علوی بود. اولی که این مناطق از دسترسی دشمنان اهل بیت به دور بود و پادشاهان عرب به سختی میتوانستند اونها رو اونجا پیدا کنند، و از سوی دیگر خود همون حاکمان غیر عرب در مناطق بامیان و سبزوار و مناطق دوردست، خود اون حاکمان چون مستعمره بودند و مخالف قدرت مرکزی خلافت عباسی، اونها مخالفان قدرت مرکزی رو، مخالفان خلافت عباسی رو جلب و جذب میکردند تا تقویت بکنند علیه خلافت مرکزی، و به همین دلیل اونها رو برای روز مبادا نگه می داشتند و گاهی هم برایشون منصبهای خلافت می تراشیدند. خب در همین بخش سخن رو کوتاه می کنم و بخش دوم رو انشالله در فرصت دیگر برای شما به خوانش می گیرم.